سلام هموطنان و دوستان عزیز. خداوند قادر یکتای خوب به همتون رو شکرانه میگم برای تمامی نعمتاش. اما بعد امروز یک مطالعه داشتم و نظر میکردم به کتاب صحیح بخاری و از کتاب ایمانش یک حدیث در چشمم رسید. خواندمش که پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفته بود است که ایمان شما پورا نمی شود تا وقتی که من پیامبر را از پدر، مادر، فرزند و در عموم از تمام دنیا، انسان های تمام دنیا مرا بالاتر و بهتر بیشتر دوست ندارین. یعنی ایمان شما پورا نمی شود. حدیث حضرت ابو هریره روایت کرده، در کتاب صحیح مسلم هم است. انس ابن مالک روایتش کرده. در زیر حدیث با شرح داره، توضیح داره یک قصه مشهوری حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، صحابه بزرگوار پیامبر، که حضرت پیامبر میپرسش درباره همین دوستداری پیامبر. حضرت عمر رضی الله عنه میگه که ما از تمام پدر، مادر، فرزند، دنیا ده هر چیزی است، از همه ایده من پیامبر را بسیار دوست میدارم، فقط از نفسم نه. یعنی خودش در نظر داشت، نفسش. پیامبر خدا گفت که ای عمر، ایمان تو کامل نیست تا وقتی که از خودم مرا زیادتر دوست نداری. حضرت عمر کمی فکر کرد، گفت الان ما از این نیتم گشتم، تو را از خود من بالاتر، بهتر، بیشتر دوست میدارم. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت که الان ایمان تو پرشید، ایمان تو پرشید. این حدیثی هایی که این را زیادتر شما شنویدین یا که فهمیدگین، بعضی خوندگیشین. من میخوام همینجا ده یک مثال بیارم. یعنی با زمانی حاضر که در تاجیکستان مدای خانی، دوستداری، محبت با رحمانوف برای خچه پیشوای ملت، اساسگزار یا ابلیس یا دز یا غر یا غراتگر، محبت اظهار با انمی آشکارا در معله عام رسانوی دیدگی نه. از هواپیما میخنبه، از ماشین، از چرخ بالش، در هر جای میروه دو دختر یا پسر یا سه دختر یا که کمپیرای مسافر آشکار مطرد دوستت میداره میگن. یعنی محبت، اظهاری دوستی و حتی میگن ما ایتای دل تر دوست میداریم. حالا که ما گفتم که حدیثی پیامبره، یعنی گفته پیامبره و کسی مسلمانه امتی پیامبره، باید نگاه کنه فرزند عزیزه، پدر مادر عزیزه، مهربانه و حتی خود انسان چقدر جان شیرینه، از خودم یعنی بر اختم باید بگذاری بگوی من پیامبر دوست میدارم. اول خدا بعد پیامبر. و منم نظرم در همیه که آیا ما مسلمانیم، امت پیامبر علیه السلامیم و در تاجیکستان ما داره یه وقت بود هازی نیست میکروفونی آزاد بود، میکروفونی آزاد بود که از یک موضوع را از هر کس میپرسیدن، نظرها را میگرفتن، نظر مردم نظر سنجی میکردن. اگر یک نفر در بین مردم رسانوی با همون دوربین کامera سوال بته از یک نفر شما بگه که در تاجیکستان ما در نظر دارم داخل ده، بگه که آیا پیشوای ملت اینای حرامی امالی را دوست میدارین یا پیامبر خدا محمد مصطفی علیه السلام را؟ آیا نفر پیدا میشه و که بگه که نه ما امالی را دوست نمیدارم، پیامبر را دوست میدارم؟ حتی نفر شاید باشه، اینطوری گپی ما معنی رو نداره که هیچ کن نمیتونه گفته، اما کم انگوش شمار میگیم که کم نفرای پیدا میشه، اون هم رسمی در بین مردم آشکار. اگه خیلی همه ما شما میگیم که اینی ما پیامبر اخمون همه چی بالا و بهتر دوست میداریم، اینا ما هم اون میگیم، این دعوای زبانی را بلبل وری ما میخوانیم میگیم، نه که در بین مردم در این انمی زمانی که مدای خونی همین دوستداری رحمان و همین دروغکی آخه همه خیلی بگیم جوش زده سگی، هر یک نوحیه کوشش میکنه که محبت خودشه بسیارتر از دیگر نوحیه در نزد رحمان نشان بده. امام علی
آیا پیدا میشه اون نفرایی که آشکار بگن که ما امام علی دوست نمیداریم، پیامبر او بالا دوست میداریم. شاید بعضی جولیکا و مشینیکا یا که مکر بازیگرای پیدا شون امام علی را دوست داری شه با پیامبر برابر کنن، بگن که ما هم پیشوا اون دوست میداریم هم پیامبر. این خیلی نمیشه. پیامبر گفت که مرا ای همه بالا دوست بدار، ای تمام انسانو. او جنگی 90 را تنج کرد، 41 را تنج کرد، جنگی 1914 را تنج کرد، فرق نداره. تو ای همه او میگه مرا بالا بدان. گفت پیامبر برای ما قانون است. حتی خداوندم در قرآن در چند آیت ما شما را نشان میده، تاکید میکنه، روی میکنه که اگر مرا خدا میگه مرا دوست بدارین، مرحمت و نه طرف پیامبر را پیروی کنید. برای همین ما در آخر سخنم فقط از شما یک چی خواهش میکنم. شما واقعا پیامبر را دوست میدارین یا در قوس پیشوای ملت امام علی صلح و وحدت ای را دوست میدارین؟ همین را میخوام در زیر همین نوار بنویسین. یعنی هر یک تا شما حق دارین آزادانه پیامبر را دوست میدارین یا پیشوای ملت. همین را میخوام از شما، یعنی نظر شما را بفهمم و از شما انتظار دارم که انشالله مینویسین. یگان حقیقت هم باشه یا که پنهانی هم باشه مینویسین نظر خودتون. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.